علی دایی بازیکن قدیمی و آقای گل فوتبال ایرانه، اما شغلای مختلفی داره که درآمدهای خیلی خوبی دارن و دونستن حقایقی از زندگیش خالی از لطف نیست. پس تو هم اگه به شنیدنش علاقه داری تا آخر ویدیو همراه باش تا بیزنساشو برات بگم. علی دایی متولد 14 بهمن 1348 اما برای اینکه یه سال زودتر به مدرسه بره توی شناسنامه 1 فروردین رو به عنوان تاریخ تولدش درج کردن. پدرش راننده کامیون بود و مادرش خانه‌دار. سومین فرزند خانواده است و 4 تا برادر داره. کودکی شهریار صداش میکردن و الانم این نام لقبشه. دمت گرم که این ویدیو رو لایک میکنی. علی دایی از 8 سالگی رفت سمت فوتبال و کار حرفه‌ایشو با تیم استقلال اردبیل در سال 67 شروع کرد و تا پایان رقابت‌های جام جهانی 2006 که در ترکیب تیم ملی حضور داشت 149 بار برای تیم ملی به میدان رفت و بیش از 100 تا هم گل به ثمر رسوند. بعد از قبولی تو دانشگاه به تهران رفت و بازیکن تیم تاکسیرانی تو سال 68 شد. فارغ التحصیل لیسانس مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف و فوق لیسانس تربیت بدنی دانشگاه آزاد و دکترای واحد علوم تحقیقات رشته جامعه شناسی ورزشه. اما بار اولی که تو دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته شد تو گزینشش رد شد. دلیلش هم ساندویچ خوردن هنگام اذان ظهر و پوشیدن کاپشن چربی هنگام گزینش بود. علی دایی به 5 زبان عربی، آلمانی، انگلیسی، ترکی، آذری و البته فارسی تسلط داره و تا حدودی هم با زبان فرانسه آشناست. در طول سال حداقل به 10 تا کشور سفر میکنه. هر سال به آمریکا، آلمان، اسپانیا، فرانسه و البته ترکیه سفر میکنه و تا حالا به 50 تا کشور سفر کرده. عاشق بستنی و هنگام رانندگی هر جا بستنی فروشی ببینه وای میسته. بیلیارد باز قهاری و تو تخت نرد حریف نداره. علی دایی راست دسته اما با دست چپش هم میتونه بدون هیچ مشکلی بنویسه. به کوهنوردی علاقه زیادی داره اما بیشتر از اون سوارکاری دوست داره. در دهه 70 با کمک یکی از دوبلورهای مطرح قصد داشت که لکنت زبانش رو درمان بکنه، اما وقتی دید نتیجه نمیگیره درمان لکنت خودش رو برای همیشه کنار گذاشت. اگه تو هم علی دایی رو دوست داری، لقبش که شهریار هست رو زیر این ویدیو کامنت کن. علی دایی بعد از فوت پدرش تو سال 81 با یه دختری به نام مریم که از آشناهای دورشون بود ازدواج کرد و صاحب دختری به نام دنیز شد. اما این وصلت سرانجام بعد از مدت کوتاهی به طلاق منجر شد و دنیز به همراه مادرش سالهاست که تو آمریکا زندگی میکنه. در سال 84 با مانا فرخ آذری طراح جواهرات ازدواج کرد و مراسم عروسیشون تو اردیبهشت 84 یکی از مجلل ترین ازدواج‌های اون زمان بود و سال 90 صاحب دختری به نام نورا شدن. حالا بیا شغلای دیگه علی دایی رو هم بهت بگم. علی دایی علاوه بر اینکه صاحب برند داییه، نمایندگی آدیداس و نایک هم داره. تو ساختمان‌سازی و بساز و بفروش هم بسیار فعاله. شعبات مختلفی از فروشگاه جواهرات خاص و نمایندگی برندهای معروف تو لباس رو هم داره. وارد کار رستورانداری شده و رستوران‌های پدر خوب متعلق به ایشونه. و به عنوان سلبریتی در انواع تبلیغات‌های بیلبوردی هم حضور داره و جدیداً در زمینه صنایع غذایی هم با یکی از دوستان فرانسویش داره همکاری میکنه. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراهم بودی. کانال سابسکرایب کن، ویدیوهامون رو ببین و نظرت راجع به ویدیوها برام بنویس.